کدام تاریخ مشخصی تا فعلا به آغاز مذاکرات اصلی و رو در رو تعیین شده؟ در رابطه به روند مذاکرات باید عرض بدارم که تا هنوز تاریخ مشخص برای شروع گفتگوها و رو در رو تعیین نشده. البته دیروز نشست عمومی بین دو تیم‌ها صورت گرفت که در او رابطه تا هنوز بعضی نقاطی که در رابطه به اصول کاری و رفتار کاری می نشست ها تعلق داره به اصطلاح یک چارچوب تا هنوز نهایی نشده. وقتی نهایی شود ان شاء الله پس از او باز شاید تاریخ هم مشخص شود. درست. امی اصول نشست دیروز برگزار شد، بله دومین نشست بود بین دو تا هیئت مذاکره کننده، ولی نتونستند که به توافق نهایی در مورد اصول و طرز العمل برسند. چرا؟ چی است مشکل؟ موضوعات اختلافی وجود داره. اول این طرز العمل 23 ماده‌ای بود، حال 19 ماده شده. چرا؟ طبعا قسمی که شما میدانین، طبعا هر کار یک پروسه که به پیش میره تا که بر از یک چارچوب تفاهم صورت نگیره و یک چارچوب نباشه، بازی که دو تیم که سر میز می نشینن یکی یک توافق نباشه، یک تفاهم نباشه، دیگه خب باز به پیش که میره مشکلات ایجاد میشه. نه در این اساس ضرور است که یک دفعه تفاهم حق خیر اگر کمی زمانگیر هم باشه که به اصطلاح یک ضرور مسئله است، میگه دیر آید بهتر آید یا خوب آید. دیگه ضروری است که با یک تفاهم. ولی پیش از این گروه‌های تماس دو نشست داشتن، قرار بود در نشست دیروز نهایی شود و فیصله شود ولی نشد. من میخوایم پرسان بکنم که مواردی که اختلاف دارن و نشد که به تصمیم نهایی برسن چی بوده؟ در این رابطه خب با شکل مشخص ما چیزی گفته نمیتونیم. تقریبا به اکثریت نقاط توافق صورت گرفته. بعضی نقاط که یک معمول است، یعنی کدام چیز نو نیست، نه کدام چیز قابل تشویش است. ما امیدوار هستیم که ان شاء الله در این رابطه هم یک توافق یا تفاهم به میان بیاید ان شاء الله و باز پس از اون نشست ها ان شاء الله. 19 ماده چی است؟ رابطه با 19 ماده و 20 ماده خب مشخصا ما چیزی گفته نمیتونم که چند ماده است. البته خب معمول است، یعنی به اصطلاح واضح است که مثلا نشست ها با کدام صورت میگیره، به کدام صورت مثلا به پیش میره. مثلا این چیزای عمومی است، به اصطلاح یک چیز خاص نیست. اون چیزایی که مثلا در هر نشست خصوصا در یک پروسه بزرگ ملی که هست دیگه یک چیز ضرورت داره یک تفاهم. امروز گروه‌های تماس نشست دارن؟ بله امروز هم نشست داشت. در مورد این مسائلی که باقی مانده از اصول. بله. و چه وقت فیصله نهایی میشه؟ خب که حداقل یک بخش کار تمام شود، اصول تمام شود که فکر میکنم مرحله دوم با صحبت روی آجنده است. بله طبعا پیشرفت شده، پیشرفت صورت گرفته، تفاهم تا جای بسیار پیشرفت شده. البته بعضی نقاط دیگه بازم امیدوار هستیم ان شاء الله ما که به زودترین فرصت به خیر به پایان برسه. خواهم باز هم یقینا گفته نمیتونیم که مثلا امروز به پایان میرسه مثلا فردا میرسه، اما امیدواری داریم که ان شاء الله هر چیز زودتر باشه به خیر به پایان برسه. درست. و قدم‌های دومی کار روی آجنده است. بله وقتی که سر اصول کاری و رفتاری جمعی نشست ها طرز العمل های توافق صورت بگیره به یک تفاهم برسه، پس از او باز به اجنده و موضوعات دیگری داخل میشه. دیروز دو نفر هماهنگ کننده از هر دو طرف تعیین شد. شما هستین، یک کسی دیگه از تیم تکنیکی شماست، آقای سلامی رحیمی است از هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و یک کسی دیگر از تیم تکنیکی اونا. وظیفه این 4 نفر چی است؟ این تماس و ارتباط در رابطه با تعیین وقت، مثلا تعیین نشست ها، مثلا با هم اگر تماس میگیرن ارتباط میگیره به شکل عمومی وظیفه شان میاد. درست. فکر میکنین آجنده در 3 روز یا 5 روز نهایی میشه؟ پیش از وقت است چیزی بگویم. ولی میتونیم یک زمانی را در نظر داشته باشیم. موضوعات شاید هر دو طرف از خود یک چیزی خواهد داشته باشه و موضوعات بحث ضرورت داره، در رابطه بحث صورت بگیره. دیگه ما قسمی که پیشتر هم عرض کردم امیدوار هستیم ان شاء الله که می مشکل زود. شما آجنده از پیش دارین دیگه پیش خود، درست است؟ یک سلسله موارد چون اون طرف هم آجنده داره آورده که با شما شریک بکنه. این خود طبعا هر کس سر میز میشینه، خب پیش از پیش یک چیزی می داشته باشه دیگه. از شما آجنده شما چی است آقای دکتر نعیم؟ او طرف اندک روشنی داده، توضیح داده در مورد آجنده که پسانتر میگم به شما. از شما چی است؟ تا هنوز موضوعات اجنده و چیزا سر میز
دو طرف بینشن ان شاء الله اونجا باز سر میز گذاشته میشه و بحث صورت میگیره. ولی خب اونا گفتن پیش از اینکه با شما روی میز بشینن و شریک بکنن آتش بس در اول آجندای جمهوری اسلامی افغانستان از در نشست اول به احتمال زیاد با شما مطرح میشه. شما هیچ چیزی در مورد آجندایی که دارین نگفتین. با چی آجندا میرین به گفتگو؟ نه اصلا خب به شکل عام در رابطه با اجندا یا به شکل مشخص شاید چیزی گفتنی نباشه. البته در مصاحبه های روز اول که مو جلسه افتتاحیه برگزار گردید اونجا ما با خبرنگارا برادرای ما دیگه اعضای تیم مذاکراتی ما اونجا به اصطلاح گفتن که مثلا یکی از موضوعات شاید همین نظام اسلامی باشه، مثلا موضوع اسیرا و زندانی هست. این چنین موضوعات هست که میخواین در نشست‌های اول مطرح بکنین و در اول آجندای شماست که شریک میشه با نه طرف خیر، مقابل. رابطه با اول و دوم چیزی نیست. همین یک دو مثال است مثلا که امکان داره سر میز مطرح شود. چقدر زندانی دارین فعلا نزد حکومت افغانستان بعد از رهایی اون 5500 نفر؟ در این رابطه خود معلومات مشخص شاید پیش کمیسیون زندانیای امارت اسلامی افغانستان باشه، اما به شکل تخمینی فکر میکنم تا حدود 9000 و بیشتر و کمتر شاید هم چیزی باشه. درست. بله. و این در آجندای شماست. آقای دکتر نعیم، آتش بس میپذیرین؟ شرایط دارین به خاطر پذیرفتن آتش بس یا نخیر در نشست‌های اول احتمال میره که توافق شود؟ آتش بس خو یکی به اصطلاح اگه ما بگوییم که از اهداف ما است که امی مشکلی که در افغانستان در کشور ما رخ داده امی به شکل اساسیش از بین برده شود. به امی اساس ما با امریکایی‌ها نشستیم و با او تقریبا یک سال کم و بیش مذاکرات داشتیم. روی امی موضوع بود که امی مشکلی که در داخل افغانستان صورت گرفته و جریان داره به امی یک نقطه نهایی گذاشته شود و اون چیزا به پایان برسه. اما ای که مثلا کیفیتش چه قسم باشه و چگونگیش به چه قسم باشه در این رابطه دیگه باز بحثا باید صورت میگیره، مثلا شاید صحبت شود در این رابطه. توقع مردم افغانستان و تیمی که از کابل آمده است که شما در نشست اول آتش بس بپذیرین و تا ای که جنگ نباشه در کابل و در ولایت‌های افغانستان و اینجا گفتگوی ادامه داشته باشه. این حال شما کدام شرایط خاصی به خاطر آتش بس دارین؟ اصلا کاهش در جنگ شما میآید در جریان گفتگوها یا نه؟ جنگ باشه به مثلی که فعلا جریان داره شما اینجا گپ بزنید. در این رابطه باید یک نکته را عرض کنم که اصلا جنگ یک طرفه نیست که ما بگیم مثلا که ولی اون طرف حاضر است که فردا با شما آتش بس بکنه. خود چیزایی صرف گفته‌های است که مثلا در مطبوعات گفته میشه. فعلا هم در حالت دفاعی است. نه خیر، اگر شما باید داشته باشین تقریبا دمی یک ماه گذشته تقریبا در 3-4 ولایت کشور در فاریاب و در بدخشان و در ننگرهار و مثلا چیزا بسیار عملیات به اصطلاح گسترده داشتن، تعرضی و تهاجمی بمبار کردن. بالکل یقینا در این رابطه بسیار شاید شما تعقیب کرده باشین مشکلات است. مطلب یک قسم باید مردم تصور نکنه و نه به یک قسم باید به مردم حداقل چیزی که بر رسانه ها میگن امی است که اگر 1 ساعت بعد طالب آتش بس بکنه اونا حاضر هستند. شما چی میگین بر رسانه ها و به مردم؟ من میگم این معقول نیست مثلا جنگی 20 ساله در 1 ساعت به پایان برسه. بعضی معلوم میشه که اگر کس میگه که ما در 1 ساعت آتش بس میکنم، در 1 دقیقه آتش بس میکنم، این معنی که اصلا به اراده ها باید اگر هر کس میگه میزنه، این معنی که خب چیزی منطقی از نظر شما چی است؟ از نظر ما است که اصلا اسباب و مشکلاتی که می جنگ به میان آورده سر از او بحث شوه، او از بین برده شوه، باز پس از او مثلا به یک آتش بس نهایی و مشکل به شکل نهاییش به پایان برسه. اگر ما امروز مثلا فرض کنیم مثلا که امروز مثلا ما آتش بس کردیم، فردا سر میز به توافق نرسیدیم، دوباره با جنگ شروع میکنیم، چی معنی؟ خب باید این موضوعاتی که مثلا ما میگه در اجندا سر از بحث صورت میگیره با توافق تفاهم برسیم. خب یعنی شما میگین که هم میجنگین و هم گپ میزنین و هم مذاکره میکنین، صحیح است؟ نه، ما که میجنگیم یا نمیجنگیم یک چون جنگ عملا ادامه داره. جنگ جریان داره. مثلا میگه مثلا ما جنگ شروع میکنیم میجنگیم، جنگ جریان داره، ما میخوایم به پایان رسیدن این جنگ خاتمه ببخشیم، به می کار کنیم. یه تونست مثلا که ما جنگ شروع میکنیم و میگیم نه ما جنگ میکنیم، نه خیر. به همه مردم واضح هست که این جنگ که فعلا جریان داره این
طالبی سر ملت افغان، سر امارت اسلامی افغان تحمیل شده. از خارجی ها آمدن بمباران شروع کردن، مثلا مردم کشتن، خانه ها خارجی ها تحمیل شده. شک نیست دیگه. ما میخوایم که این جنگ تحمیل شده به پایان برسه. شما میگفتین که جنگ به خاطر اشغال است. آقای دکتر نعیم درست است؟ فعلا افغانستان اشغال شده است امیالی؟ یکی خویست که ما اصلا بعد از اینکه شما توافق نامه امضا کردیم با امریکا، آلی افغانستان اشغال شده است؟ در رابطه از ابتدا که ما میگفتیم و اهداف ما، یکی از اهداف ما بود که اشغال به پایان برسه و دیگه بود که یک نظام واقعی اسلامی که پاسخگو به مردم باشه، به ملت باشه، اما یک نظام به میان بیاید. دیگه ما یک مرحله را طی کردیم که اشغال ختم شده از نظر شما. اشغال تا هنوز یعنی توافق صورت گرفته که اشغال ختم شوه، اما عملا تا هنوز چی داره، کار جریان داره. هدف دوم شما است که نظام اسلامی باشه. بله. و به خاطر نظام اسلامی با افغانا می جنگیم. نه خیر، ما با افغانان نجنگیدیم. حکومت افغانستان اونا افغان هستند، مسلمان هستند و فعلا با خارجی هیچ جنگی نیست. وقتی که ما اینجا بودیم، امارت اسلامی افغانستان یک نظام واقعی اسلامی صورت موجود بود. خارجی ها آمدن جنگ کردن و بمبار کردن و مردم کشتن و نظام ویران کردن. خود نبود که اداره موجود بود ما با اداره با افغان ها جنگ شروع کردیم. نه خیر، امی مردم بودن که با امروز هم اداره میگین. حالا خب بله، یک ذره باید رفیق شده باشین چون هیئت آماده این شک نیست. ما به اصطلاح کوشش میکنیم، اما اصول و چیزی که پالیسی است از خود طبعا ما تا هنوز حکومت به رسمیت نمیشناسیم. بله. و هیئتی که از حکومت آمده متشکل از نماینده‌های حکومت هستن یا نیستن؟ هستن دیگه. یکی بعضی ها شاید باشه و نه، در این رابطه نماینده‌های دیگه جهت ها و دیگه تنظیم ها و دیگه گروه ها هم هستن. وقتی توافق صلح اگر به میان بیایه، که خدا کنه به میان بیایه، با کی امضا میکنین؟ با حکومت باید امضا کنین. خب پیش از وقت است که ما امید داریم که به اون مرحله برسیم بخیر. ولی اگر برسیم باید امضا شود. خب ان شاء الله میبینیم در وقت. باز البته خب چیزی که پالیسی ما است دیگه مو است که ما حکومت به رسمیت نمیشناسیم من حیث حکومت نماینده ملت افغانستان. نمیشناسیم. نه خیر. چرا نماینده نیستن آقای؟ خوی دیگه در رابطه ما بگویم ما انتخابات داشتیم. چند ماه پیش انتخابات بود، رای گیری بود. خب نمایندگی یعنی چی؟ از کجا باید نمایندگی را بگیرن یا گرفته شود؟ من میگم اگر بسیار تفاصیل بریم شاید ایجاب نکنه حالات، چون شما هم میدانید مثلا همین انتخابات در کدام شکل صورت گرفت. آقای نعیم، مسئله دیگه است که مردم هر روز کشته میشن. سوالشون هم است که همین کاهش در خشونت میآید یا انتظار داشته باشند که در جریان مذاکرات میآید یا نه. یعنی ما میخوایم فشرده تر بگوییم که طالبا حاضر است در کدام صورت اندک در جنگ کاهش بیاره. ما خب کاهش به اصطلاح اگر از آتش بس، چون شما میگین ممکن نیست، درست است، ولی کاهش هم ممکن نیست. ما عملا کاهش به عمل آوردیم. اگر شما ببینید مثلا من بعضی مثالا رو میگم براتون. سابق مثلا سال گذشته و پیش از سال گذشته مثلا ما عملیات بسیار بزرگ سر شهرهای کلان داشتیم، مثلا و عملیات استشهادی داشتیم، مثلا و همچنان سر مراکز ولایت عملیات داشتیم، مثلا سر ولسوالی ها مثلا عملیات داشتیم. حالا می هم عملیات متوقف شده دیگه. یعنی عملا کاهش صورت گرفته آمده در روزانه بین 20 تا 30 نفر کشته میشه. ما گفتیم پیشتر که به خاطر امی که امی مشکل نهایتاً به پایان برسه، امیان تلاش ها به خاطر امی مشکل جریان داره که امی تلاش ها به یک نتیجه برسه، به یک خوشبین هستین میرسه این روان؟ فکر میکنین پیروز میشه؟ ما ان شاء الله به یک چون رویه را دیدین تا فعلا. ما از طرف خود ما به همه ملت عزیز ما و به همه شهروندای عزیز ما اطمینان میدهیم که ان شاء الله قسمی که ما عملا نشان دادیم با یک اراده مستحکم و یک عزم قوی داخل امی پروسه شدیم و همین تصمیم ما است که همین مشکل نهایتاً به پایان برسد. اگر در یک جای به بنبست برسیم که راه رفتن به پیش نباشد چی میکنیم؟ این را باید توقع داشته باشیم، چون این پروسه درست است، مغلق است، فراز و نشیب‌های می داشته باشه، اما نهایتاً ما امیدوار هستیم ان شاء الله که مشکلات همیشه به شکل مسلسل یا به شکل مرتب ان شاء الله به پایان برسه. نظام اسلامی، تعریف طالب از نظام اسلامی چی است؟ کلگی امروز میپرسن که این نظام اسلامی که طالب هر روز میگه چی است؟
نظام اسلامی را البته اگر این شرح میتیم خود تقریبا شاید یک مصاحبانه من فکر میکنم ده ها مصاحبه ها ضرورت داشته باشه که شرح بکنیم. کوتاه اگر بگیم میشه. کوتاه مثلا ما میتونیم بگوییم که نظام واقعی باشه که همه ارزش های اسلامی و چون ما الحمدلله ملت ما ملت مسلمان است 99% بلکه بیشتر از این همه مسلمان هستند و همه در اساس عقیده خود مثلا میخواهند یک حکومت باشه یک نظام باشه که برای از قابل قبول باشن و ارزش های را تامین کرده بتونه امنیت آنها را تامین کرده بتونه. مثلا فسادایی که در عرصه های مختلف وجود داره مثلا فعلا متاسفانه بگوییم که کشور ما تقریبا در رده های اول قرار دارند در فساد و مثلا جزا فساد تفصیل نمیرم. نظام اسلامی اگر باشم در نظام اسلامی هم امکان فساد است. نظام اسلامی واقعی باید داشته باشیم. صرف حرف نباشه مثلا که ما بر زبان بگیم که نظام اسلامی خود اگر فکر کنیم بسیاری مثلا جای هستن میگن که نظام اسلامی ای که مثلا نظام اسلامی است یا نیست او باید در آینده باز به شکل مفصل از کشورهای همسایه ما شما یا جهان یک نمونه میشه بگوین که نظام اسلامی که شما میگین شبیه کجا میباشه؟ یک مشکل اساسی ما اینجاست که ما ایران است، عربستان است، ترکیه است، کشورهای دیگه است. مشکل اساسی ما اینجاست که ما اصلا یا از بعض برادرها بگویم که وا با دیگرها میبینه باز میگه بیا مثل کی باشه مثلا از کی به اصطلاح تقلید بکنیم. مشکل همینجاست ما باید نه با یک و با دیگر بنگریم بلکه با ملت خود ببینیم که ملت ما چی میخواه مثلا ملت ارزش های ملت ما چی است. ما که مثلا اگه ببینیم که با یک همسایه مثلا یا با کدام کشور دیگه ببینیم خب باز مشکل ما حل نشد چون ما اون مشکل ملت ما که است او را به اساس امو نرم ها و به اصطلاح یا شما قبول دارین هر چیزی که ملت بخواد؟ در شک نیست. ملت ما ملت مسلمان است. ملت مسلمان شما خب میگه که یک زن اجازه داشته باشه درس بخونه تحصیل کنه قاضی و قضات هم شود. در این رابطه بالکل تعلیم حق هر شهروند کشور است. در این ما همه حقوقی را که الله جل جلاله به مسلمان ها دادن مثلا حق تعلیم است مثلا حق کار است دیگه همه حقوق که است از ما هیچ به هیچ صورت قاضی کردن نمیتونیم. در این رابطه تفصیل خو ما نمیخوام برم. البته خب به شکل عام ما گفتم که مثلا هر چیزی را که مثلا چون این موضوعاتی است که اسلام گفته که یک زن قاضی شود. ما گفتم شاید در این رابطه باز از چیزی که میگه رجال فن میگن مثلا متخصصین سوالا چی شود پیش از هر شود شاید و جواب مفصل داشته باشن. ما مقاله بگویم شاید موضوعش نباشه. درست. بسیار تشکر که فرصت دادین.